سلام، امروز بریم دوست پسرم که گردن بگیره سعیفه رو سورپرایزش کنیم. دیشب دوست پسرم گفت فردا کل فامیل خونه ما دعوتن، قراره بیان عیادت مامانم که تازه عمل کرده. گفتم خب پس چرا من نرم این مهمونی؟ اول گفتم یه گل ارزون بگیرم مثل شخصیت خودش، چیپ و ارزون باشه، ولی گفتم خب ولش کن بذار یه گل خوشگل بگیرم مثل شبش که قراره با دیدن من خوشگل تر بشه. خب ما رسیدیم جلو درشون، الان تو تلاشم که خوب تو نقشم فرو برم که سوتی ندیم امشبو. بعد همش یادم میرفت که باید چی بگم. سلام، منزل آقای نادری؟ گفتیم ما از همکلاسیای آقای نادری هستیم و خب شنیدیم که شما رو عمل کردن و اومدیم عیادتتون، اگه اجازه بدیم بیایم تو. حالا خوب که با خانوادش گرم گرفتیم، حالا شامم با هم موندیم و همون جور که میبینید آقای نادری هم نشسته و خب معلومه که خیلی خوشحال شده از دیدن من. و حالا نتیجه. آخه روانی مریض، هدفت از این کار چی بود مثلا؟ خیلی باحالی. تو عالم خودت واقعا تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی خیلی باحالی؟ والا تو سگ کی باشی که بخوای منو عصبانی کنی، سگ کنی؟ میرسیم به هم دیگه.